سلام، امروز میخوایم بهترین ابزار را برای تخمین دقیق درآمد یوتیوبرهای معروف برایتان معرفی کنم. اگر شما هم کنجکاو هستید که درآمد این یوتیوبرها چقدر است، حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. ابزاری را که میخوایم با معرفی بگیرم سوشال بلید است. یکی از بهترین ابزارها برای تخمین دقیق درآمد یوتیوبرها است. حالا چگونه میتونیم از این ابزار استفاده کنیم؟ در ابتدا براوزر کامپیوتر یا موبایل خود باز میکنیم و در قسمت URL سوشال بلید نوشته میکنیم و بعدا بالایش انتر میکنیم. خب دوستا، در این قسمت ما میتونیم یوزرنیم چینلی را که میخوایم درآمدش را تخمین بزنیم نوشته میکنیم. خب ما درآمد خود از طریق از این برنامه به شما به نمایش میگذارم و بعدا روی چینل اصلی خودم میرم و میبینیم که چقدر من درآمد داشتیم و بعدا مقایسه میکنیم همراه از این برنامه که چقدر برای ما دقیق تشخیص داده میتونه که ما چقدر درآمد داشتیم. خب نوشته میکنم یوزرنیم چینل خودم و بعدا بالای سرچ کلیک میکنیم. چینل ما باز شد. در این قسمت برای ما تعداد ویدیوهایی که اپلود شده او را نشان میده و همچنین 4.51 که ما سابسکرایبر داشتیم این را نشان میده و همچنین در مجموع که ما چقدر بازدید داشتیم در چینل خود که 301,000 میشه این را نشان میده. و بعدا پایین تر میایم. در اینجا بر ما گفته شده که به طور ماهانه این چینل از $3 الی $40 کسب درآمد میکنه و در قسمت پایین هم گفته شده که از $30 الی $483 این چینل کسب درآمد داره، البته سالانه. خب درآمد چینل خود از طریق از این برنامه دیدیم. حالا میرم چینل خود از طریق یوتیوب استودیو درآمدش به شما نشان میدم که چقدر درآمد درست تخمین زده. خب اگر من بیایم بالای انالیتیک چینل خود میتونم از اینجا تمام درآمد خود ببینم. خب شما ببینید در این قسمت بر ما گفته بود که مانتلی از $3 الی $40 میتونم کسب درآمد بکنم و اینجا ما میبینیم که در 28 روز گذشته تقریبا 13 یورو ما کسب درآمد کردیم. خب تا جای میبینیم که این تخمین درست زده، یعنی از $3 الی $40 گفته بود ولی اینجا 13 یورو است. خب حالا اگر من بیایم بالای 365 روز یعنی درآمد یک ساله ما چند است، میبینیم دوستان تقریبا 400 یورو ما کسب درآمد کردیم در یک سال. و اگر اینجا بریم بالا از این برنامه میبینیم که گفته شده از $30 الی $483 ما سالانه میتونم کسب درآمد بکنم. ببینید تفاوتش بسیار کم است، چون از ما چینلم به ایرو هست و این هم به دلار نشان میده. اگر ما ببینیم شاید $450 تقریبا همی درآمد سالانه ما باشه. اگر شما میخواین که بدونین هر 1000 بازدید از یوتیوب چند دلار درآمد داره، میتونین ویدیویی که در قسمت اند اسکرین قرار میگیره او را تماشا بکنین و الله نگهدار.